30 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 19:00 فیض‌الله عبدالستار سال تولدش 1954 ساکن جماعت دهات استقلال با واسطه دوچرخه تمغه اسکوتر با همراه همسرش رحمتووا حید بیبی نورمتونا سال تولدش 1995 هنگام حرکت از سمت نویه ناصر خسرو به سمت نویه شهرتوز واقع در حدود دهه کمسمال از عهده اداره کردن اسکوتر نبرآمده به ولسپیدران نابالغ امیربیکوف خوشقدم خورموویچ سال تولدش 2011 برخورده است. در نتیجه رحمتووا جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 1 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 14:00 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز حکمتوف محمد علی جمنبایویچ سال تولدش 1997 ساکن نویه 8 هنگام حرکت در راه ماشینگرد دهه گلشن از عهده اداره نمودن واسطه نقلیات نبرآمده اتومبیل را چپه نموده است. در نتیجه خود راننده حکمتوف و مسافر در داخل اتومبیل بوده حلیموف دوستان رستموویچ سال تولدش 1997 ساکن امین نویه جراحت وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه مرد 39 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 30 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 8:50 در کوچه نعمت قره‌بایف نزد بینای دوشنبه سیتی شخصان نامعلوم به یگان اساس او را لطوکوب نموده با روی آشکارا از جیبش 1400 سامان گرفته از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 25 ساله ساکن شهر کولاب و مرد 29 ساله ساکن نویه تیمور ملک با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.